من مقیم دیلافروز خورشیدونه هستم از ناحیه شهرستان. اولی مرتبه به شهر دوشنبه آمدم 20 اوگوست. من طریق کوته پرزیدنتی که از طرف پرزیدنتمون تشکیل شده است جناب علی امامعلی رحمان و فاکولته فیلولوژی تاجیک اختصاصی زبان و ادبیات داخل شدم. من در حال در کورس یکم انشالله تحصیل می نمایم. دیلافروز دوشنبه یکم بار آمده. دوشنبه چی خیلی بود است؟ دوشنبه خوشحال شهر زیباترین. بیشتر چی چیزش با پسند آمد؟ همه چیز، مهمون دوستی، همه چیز به من پسند آمد. یکی از خانه دور ده. چی هست مثلا پیش وقت میگفتن که همکورس هم است، مثلا نگون کسی میشنیدید میگفت که همکورسان هم که رفتم یگان جایی که در دانشگاه بودم. خودش ما چی تصور میکرده دانشگاه چی خیلی است، همکورس کی است، چه؟ خیلی من دوست می داشتم که دانشگاه داخل شوم، با همکورس‌های زیاد پیدا نمایم، با آنها رفت آمد، همشون مدنیتشون آموزم که در جای دیگه خیلی مثلا من ولایت سود، ولایت ختلان چه خیلی و دیگر جاها چه خیلی بوده تصور نداشتم. خدا خیر انشالله اکنون رفت آمد میکنم میفهمم. چه خیلی بود است در همین چند روزی که در دوشنبه بودید با چند همکورستون نزدیک شدید؟ حالا من همکورس دوقت پگه یکان سنتر میریم بچیناس میشیم، دوگانهای زیاد پیدا کردم. در این خوابگاه دخترها که شناس شدم که همشون از هر طرف کل و بدخشان از دیگر جاها. خودی شما اگر دانشگاه تمام کنید با میرید سوخت با یا کی میستید اینجا؟ نه من کوته پرزیدنتی از این سبب البته رفته در ناحیه خودمون ناحیه شهرستان کار میکنم، کار فعالیت میکنم. دیلافروز این فرق زندگی مثلا شهرستان و دوشنبه چی بوده است خودتون که 10 روز اینجا هستید؟ خیلی بلکه حالی عادت کردگی نمیسال شهری خوشروی لیکنو خیلی از خانه دور مثال با یار دوستان اکنون اینجا شناس شده و عادت میکنم. انسان ها چی مثلا یک دیگرشون با نه مهربان یک دیگه رو میفهمد. مثلا وقتی که من اینجا اومدم بسیار زیق شدم، حتی شد که گریه کردم. همسیفا همون دوگانه ها هم خوب اومدن از دیگر جاها اومده دستگیری کردم، چه زنان بردن با غیره هم رفتیم تماشا هر کجا برده نشان دادن. زیقی بر اومده